سلام و درود خدمت همه شما مخاطبین پادکست نکسوس کست. با یه قسمت جدید از پادکست در خدمتتونیم طبق روال معمول و اضافه شدیم دیگه. ببینین که اضافه شدیم. علیو داریم. من قبل از اینکه یادم بره معرفیش کنم و سویلم که هفته پیشم فکر کنم سویل داشتیم. این هفته میخوایم در مورد هیدئو کوجیما صحبت بکنیم. بازی سازی که هم تاثیرگذاریش غیر قابل انکاره، هم مخالفینی داره، هم موافقینی داره. کلا بحث زیاد راجبش شکل میگیره. خودش هم چون خیلی انسان نمایشیه، این بحثا بیشتر بهشون دامن میخوره. خب من فقط در حد کوتاه یادآوری بکنم که از هر پلتفرمی پادکست ما رو میبینید یا میشنوید، میتونید لینک سایر پلتفرمایی که ما توش فعال هستیم و هم پیدا کنید. مثل همیشه علیرضا اوپنینگ با خودت. باشه، بازم با منه. خب کوجیما مسئله خیلی پیچیده‌ای داره تو ذهن من، هم به عنوان یک کریئتور، هم به عنوان کسی که بگیم جزو شناخته شده ترین بازی سازهای صنعته. به نحوی میشه گفت ما کارگردان یا نویسنده‌ای تو صنعت نداریم که در حد کوجیما شناخته شده باشه. و یه نکته ای که هست، من کوجیما رو به عنوان یک نویسنده خیلی آنستی قبول ندارم و نکتهش اینه که دث استرندینگ ها نمایی بر اونن که داستانشون در کل بگیم نگرش بیانی که دارن خیلی برام جالب نیستش. ولی کوجیما به عنوان سازنده و یکی از نفرات اصلی پشت متال گیر سالید های کنامی شناخته میشد، هنوزم هست. چند تا بازی خارق العاده ساخته، از متال گیر های 1 و 2 گرفته که خیلی قدیمی بودن تا متال گیر سالید هایی که الان داریم تا فانتوم پین. همشون بازی های خارق العاده این، بازی های خیلی مهمی هن. هم از نظر دیزاین، هم از نظر استوری تلینگ، هم از نظر محتوا، هم از نظر موسیقی. اینا بازی‌های خیلی مهمی هن و ویژنی که از سمت کوجیما بهشون داده شده هم خیلی مهمه. ولی نکته اینه که بازی‌های کوجیما اونقدری که مارکت میشن خارق العاده نیستن. فانتوم پین که بگیم آخرین متال گیری بوده که کوجیما ساخته، از نظر داستانی ناقص بوده. کاملا مشخصه که اون گیم ناقص بوده و بعدها مشخص شد که آره این گیم اصلا ناقص منتشر شده. بعد از نظر گیم پلی به نظر من یک شاهکاره، ولی خب با کوجیما رو به عنوان نویسنده و نمایشنامه نویس این بازی ها میشناسیم، نمایشنامه که نه، داستان نویس این بازی ها میشناسیم. و بعد دث استرندینگ که دث استرندینگ بگیم یک مسترپیس نیست، یک اثر خارق العاده نیست. به نظر من یک 6 از 10 که بگیم کاراکتراش خیلی تو همن. کاراکتر هارتمن، کسی که ساعتها همینجور میاد بیان میکنه ببین من یه قلب دارم که اینجوره. علیرضا چی شد؟ علیرضا من معذرت میخوام. من این قبل اینکه شروع بکنی به اسپویل من بگم اسپویل فریه. یعنی در مورد یعنی اگه متال گیرها و دث استرندینگ رو تجربه نکردید و نمیخواید که اسپویل بشید، همینجا دکمه خروج رو باید بزنید. من خیلی نمیخواستم واقعا اسپویل کنم، فقط کاراکتر یه هارتمن هستش تو قلبش یه دستگاهی داره و کوجیما گیم چندین بار میاد و با شما میشینه و بیان میکنه که این کاراکتر چطوره. ما یه سیف هاوس داریم تو گیم و چند تا کاتسین پشت سر هم این گیم ها دارن که میان و بیان میکنن که اوکی اینجا چیه و چی کار میکنه و چی کار باید بکنیم و این کاراکترها چی هن. و گیم خیلی دوست داره خودش رو تکرار بکنه. داستان دث استرندینگ گم کرده خودش رو. اگه برید و ببینید بازی پر از ایمیل ها و نامه ها و متونی که براتون فرستاده میشه. گیم در حد هول و هوش 100 صفحه بهتون متریال برای خوندن میده که درک کنید
جهانش رو و کلی اتفاقات تو گیم افتاده که حتی تو گیم نیستش و اوکی این کاراکترها چی هن؟ اینا چرا اینجورن، سیمبالیزمش چطوره. در سمبولگرایی دث استرندینگ خیلی کم میاره واقعیتش که اوور اکسپلین میکنه همه چیزو. من یک کاراکتر دارم یک راز داره، ماسک میذارم روش، رنگ کاراکترها به طرز عجیبی همینجور عوض میشه، جهان بازی به نحوی سلف اکسپلنتوریه. اوکی من همه چیزو باید بگم. تو بازی کلی شما نامه میگیرید از اینکه دایناسورها چطور اکستینکت شدن. اکستینکشن یا انقراض تم اصلی بازیه، ولی خب چقدر میخواین مطالب بگید درباره این. کوجیما الان داره همه چیز اوور اکسپلین میکنه. الان یک نکته ای که هست اینه که ما هویت کوجیما رو نمیتونیم تشخیص بدیم. کوجیما شناخته شده بود به عنوان کسی که متال گیرها رو ساخته، ولی خب یه نکته ای هست، کوجیما فرد اصلی نیست که متال گیرها رو ساخته. خب شاید دایرکشن بوده اونجا، ولی کریتیویتی، من همیشه کانسپت آرتیست اون گیم ها رو مثال میزنم که کریتیویتی اصلی ویژوال اون گیم ها از کانسپت آرتیست یوجی شینکاوا، اگه اشتباه نکنم دقیقاً یوجی شینکاوا بوده که یکی از کانسپت آرتیست های خارق العاده صنعته که تو هر بازی که کار کرده این نفر ویژوال استایل خارق العاده ای دارن و نکته اینه ما یک نفر رو برداشتیم و الان سلبریتیش کردیم و به نحوی میشه گفت که کوجیما تنها سلبریتی واقعی که صنعت داره که همه اسمش رو میشناسن و همه میگن کوجیما کوجیما کوجیما. و الان ما یک نفر رو داریم که هویت نداره، امضا نداره آثارش و الان ما دث استرندینگ دورم خیلی هنوز بیرون نیومده وقتی ما داریم دربارش حرف میزنیم، ولی خب نکتهش اینه که دث استرندینگ 1.5 همون گیم پلی، همون استایل، همون افراد و کوجیما خیلی دوست داره گیم بسازه. خب ولی نکته اینه اینا فیلمن. ما تو متال گیر سالید 4 چقدر کاتسین داشتیم مهیار؟ چند ساعت بودن؟ اگر به یوتیوب مراجعه بکنی، چون من اخیراً متال گیر سالید 4 رو دوباره بازی کردم، به یوتیوب مراجعه بکنی 12 ساعت مثلا طول کل بازی باشه، 6 ساعتش کاتسین. خب من اگه میخوام بازی رو تماشا کنم میرم فیلم میبینم. خب این نکات هستش. کوجیما خیلی تو صنعت فیلمه. هر بازی که این فرد داره میسازه به افرادی که فیلم میسازن متصله. خب تو حتی تریلراشون رو میبینید، نکته اینه که بیشتر از این که رو گیم پلی مانور بدن، دارن رو افرادی که از صنعت سینما آوردن و دارن بازیگری میکنن تو این بازی ها مانور میدن. خب باشه، نه اوکی ما اینو داشتیم، ما همیشه اینو داشتیم که اوکی بازیگر تو گیم، بعد اینایی که خیلی از بازی نمیفهمن، اینا تو یه صنعت دیگن، اینا بازیگرن و اوکی ما الان داریم این بازی رو میخریم به خاطر بازیگراش، به خاطر نورمن ریدس که بگیم شخصیت اول دث استرندینگ. چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ داریم یه ریبرندینگ انجام میدیم، چه خبره؟ علی رضا فکر نمی کنی این نکته آخری که گفتی بیشتر اون تکنیکای مارکتینگ باشه؟ تکنیکای مارکتینگ شدیدن هزینه برن. خب شدیدن هزینه بر، ولی به خود بازی های آسیب میزنه. چون دث استرندینگ 1 که من بازی کردم به خود بازی آسیبی نمیزن. یه نکته ای که هست اینه که وقتی در این سطح تو بازیگر میاری، در سطح جهانی تو بازیگر میاری تو اثرت، به اینا نمیشه گفت نه. این یه نکته ای که باید در نظر بگیری. تو وقتی یک مثلا نویسنده، یک مثلا کارگردان کارکشته از صنعت سینما میاری و دارید رو اسمش مانور میدی، رو حضورش، رو چهرش داری مانور میدی، به این نمیشه گفت نه. خب
اینا به نحوی دارن کاراکتر گیم رو فرم میدن. اگه بگیم حتی کمترین کریتیو دایرکشن رو هم داشته باشن یا اصلا کریتیو دایرکشنی ندارن، حضور اینها به نحوی تاثیرگذاره. کلی پول روشن خرج میشه، کلی پول خرج میشه که چهرهشون رو بتونیم بیاریم تو بازی. ولی نکته اینه، من با این مسئله ای ندارم. من نمیگم اوکی بازیگرا رو نیارید تو صنعت. من این رو دارم میگم که کوجیما الان کجاست؟ خب اسم کوجیما همه جا داره دیده میشه. شما بازی فانتوم پین رو اگه بازی میکردید قبل از اینکه کنامی کوجیما رو پوش اوت بکنه، هر لولی که داشتید بازی میکردید اسم کوجیما رو میدیدید. خب باشه، یک نکته ای که هست، من دارم این حس رو میکنم که ما با اسم کوجیما، علی داره سرش تکان میده، و ما داریم با اسم کوجیما قدیس میسازیم و میگیم که کوجیما هر چیزی بسازه خوب نیستش، هر چیزی بسازه حتما خوبه. ولی خب نکته اینه ما دث استرندینگ رو بازی کردیم. من خودم از دث استرندینگ خیلی خوشم اومده، ولی خب من میگم این مکسیموم 7 از 10، یه 6 از 10، یک مسترپیس است، حرفی برای گفتن داره. ولی نکته اینه این یک اثر خارق العاده نیستش. دوشم اینجور به نظر میاد، دوشم خیلی اینوویتیو به نظر نمیاد و به نحوی داریم الان المان‌های گذشته کوجیما رو که مثلا استیک، یک کاراکتر شبیه اسنیک داریم رو مثلا وارد اینا میکنیم. اوکی، چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ من فقط دارم اینو میگم صبر کنید، یکم آروم بگیرید، چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ من قبل از اینکه پاس بدم به علی یا سهیل، فکر می‌کنم علی بیشتر مشتاق باشه که الان گرما گرم شروع بکنه. من در مورد اون گفتی نوشته هایی که توی بازی هست و مجبوری بخوند و میتونی بخونیشون که لور اون بازی برات کامل بشه، تو علیرضا کنترل رو اصلا بازی نکن. خب تو اگه کنترل رو بازی کنی، ساختی رمدی رو، اون یعنی نصف داستان عملا تو اون متناست. خب یه چیزی بهت بگم، من کنترل رو بازی کردم و همه متنایی که اونجاست رو خوندم. خب یه هر متنی من تو کنترل پیدا میکردم خوشحال میشدم. یه نکته، متنی که دث استرندینگ حداقل 3 برابر اونه. خب حداقل 3 برابر متنی که تو کنترله و متن خیلی خوش. کنترل متن رو میخونی بعد میگه او مای گاد این چقدر چیز جالبیه که من دارم میخونم. کوتاه‌ترن، خیلی کوتاه‌ترن. تو دث استرندینگ ایمیل میگیری که حداقل باید 5 دقیقه بشینی بخونیش. این تو فانتوم پین هم به یک نوع دیگه ای بود، مثلا وایس هایی داشتی که باید گوش میدادی، یا حالا متن یادم نمیاد به اون صورت که زیاد بود، کم نداشت، وایس داشت و این وایس ها زیاد و لزوما هم همشون جذاب نبودن. حالا دیگه بگذاریم. علی این گوی و این میدان. خب عذرخواهی میکنم، صحبت‌ها رو که علیرضا انجام داد خیلی صحبت‌هایی بود که حقیقتا من کاملا تو ساید مخالف علیرضا قرار میگیرم و اینجوری هم که حالا نظر من اینه. من میگم حالا فارغ از سری بازی متال گیر خب که کوجیما ساخت، اول اینکه میتونم بگم خب دث استرندینگ خیلی اون به اصطلاح فرمت متال گیر گونه حالا فانتوم پین رو آورد تو دث استرندینگ، یعنی اینو خیلی جا میشه حس کرد. از چه میدونم پاز بازی بگیر تا نقش دیدن بازی تا سیو بازی و غیره. ولی نکته که وجود داره، حقیقتا دث استرندینگ رو من فیلم نمیبینم، اصلا نمیتونم بهش بگم آقا این فیلمه. خب یعنی این که بگیم فیلمه خیلی به نظرم میتونه غیر منصفانه باشه. خب که بگیم آره دث استرندینگ فیلمه. اون بخش ماجرا هم که مثلا خیلی طرفدار به اصطلاح یه جورایی سینه چاک مسئله گیم پلی و اینا هستن، خب این که بگن مثلا چون این بازی شبیه ساز پیاده روی و فلان اینم اشتباه. آره نظر من اینه. به نظر من خب دث استرندینگ روی لبه تیغه،
یا ازش خوشتون میاد یا ازش بدتون میاد. اینو از این جهت رو دث استرندینگ تاکید دارم. خب کوجیما چون دیگه تقریبا از بعد از فانتوم پین به این سمت کلا دث استرندینگ رفت. خب حالا بازی عجیب غریب ساختن و فلان و اینا، و اون بازی هم که داره انحصاری برای ایکس باکس میسازه، اودی اسمش بکنم اگه اشتباه نکنم، اون هم به نظر من میتونه چیزی شبیه به خودم دث استرندینگ باشه. حالا کاری نداریم. در خصوص دث استرندینگ چیزی که وجود داره، حقیقتا یه فکتی که حالا خودم راجبش دارم اینه که حالا فکترم فکر کنم توی پیج اینستاگرام گذاشتیمش. دث استرندینگ رو اگر بخوایم شبیه ساز پیاده روی بدونیم، حقیقتا هیچ شبیه ساز پیاده روی رو شما سراغ نداری که یه بارونی بیاد که مثلا خیلی اسیدی باشه و فلان و اینا و همین به اصطلاح چالش ایجاد کنه برای کاربرش. این یه نکته بعد این که چه چیزی دث استرندینگ رو خاص جلوه میده و خفن جلوه میده، به خاطر این نیست که کوجیما خاص رفتار کرده یا خاص مارکتینگ انجام داده یا تریلرهای خیلی خاصی رو عرضه کرده. حقیقتا چیزی که باعث خاص بودن دث استرندینگ شده اون مکانیزم های مختلفی است که ما در طول بازی داریم، مکانیزم های مختلفی که برای حمل بار داریم. خب و چیزی که خیلی اهمیت داره و خیلی مهمه به نظر من اینه که اون حمله باره به اصطلاح یک عمل تکرار شونده نیست. خب چرا؟ من خودم یک نقد کوچیکی به 2 تا مسئله دث استرندینگ یک دارم. یکی این که مثلا فیزیک راه رفتن خیلی یه وقتی به خصوص تو مناطق کوهستانی اینا خیلی خوب نیست، یعنی یه وقتی از دست آدم خارج میشه. و مسئله دوم، خب اکشن ماجرا هم خیلی کمه خب داخل دث استرندینگ 1، ولی داخل دث استرندینگ 2 چیزی که از تریلرها بر اومده، از گیم پلی بر اومده، به وضوح دیدین که دث استرندینگ 2 واقعا فکر کنم اکشن بیشتری داشته باشه، حالا برای اونه که خیلی دنبال چنین ماجرایی هستن. و نکته که وجود داره، حالا مبحث گیم پلی رو بگم بعد برم سراغ داستان. اون چیزی که خیلی دث استرندینگ رو خاص جلوه داده و خفن جلوه داده علاوه بر اون مکانیزم و چالشاش، مسئله یه جورایی اون به اصطلاح موسیقی بوده خب که حین بازی پخش می‌شده. خب یعنی چنین مسئله‌ای رو من تقریبا توی فکر می‌کنم اپیزود دوم بازیه آره اپیزود دوم بازی هست واقعا فاز داره، یعنی آره دقیقاً ببین فکر کنم اپیزود دوم بازیه، قبل از اینکه بریم مثلا مرکز آمریکا رو شروع کنیم وصل کردن و اینا تو همون سمت شرق، تو همون اپیزود آخرین بسته‌ای که باید ببری که حالا بعداً هم برمیگردی اونجا، یادمه که اتفاقا اون اپیزودم فکر کنم آخرین قسمتی که خودم واک شروع کردم هست الان. خب اون اپیزودم دقت کنید خیلی چیز خیلی جالب داره. شما باره که تحویل میگیری ببری، بعد از یک دره‌ای بری که کلی بیتی و فلان و اینجور چیزاست و اون بیتی و خیلی هم سخته، یعنی واقعا سخته، یه تایم فال به شدت طولانیه و بسیارم چالشیه و وقتی که ردش میکنی به یک نمای خیلی دشتور میرسی که مثلا بعد بری پایین و برسی به چیز و اینا و اونجا یه موسیقی پلی میکنه. خب یعنی میدونه کجا باید پلی بشه که کاربر بگه ایول حالا داره خوشم میاد اساسا. کارگردانی میدونی که ممکنه میشه کارگردانی بازی خوب نیست، اینا هم از همون دقیقاً یعنی تایمی که اصلا میکنم موسیقی پلی میشه اینجوریه که خب دوربینم یه زاویه دوربینه که خیلی میاد بالا و خیلی به اصطلاح فضای بازتر و وایدتری میسازه، اینجوریه که مخاطب خیلی تو فاز بازی میره، خیلی یه ایول عجب بازی خفنیه چه باحال فلان، و اونجاست که دوباره مخاطب رو سمت خودش میکشونه و مخاطب باش حال میکنه. خب به خصوص اون اپیزود اول که اپیزودیه که شما صرفا داری راه میری، صرفا داری حرکت میکنی، فقط همین، چیز خاصی هم نداره. یعنی شاید شما یک بار مثلا به این نبرد بیتیا میدی و همین تموم میره.
این دومی مسئله که خواستم بگم، در اینکه اون راه رفتنه حس و حال خاص خودش رو واقعا میطلبه و جواب میده. و در داستان علی، قبل از اینکه بری به داستان بپردازی، من یک پرانتز اینجا باز بکنم، چون فازت میپره اگه بری اونجا و دوباره بیام وسطش بگم. همینجا بگم بهتره. ببین توی Death Stranding برای من یه بازی 10 از 10 نیست. دوستش دارم ولی یه بازی 10 از 10 برای من نیست. اما واقعیتش اینه الان من اگه از Death Stranding خوشم بیاد و بگم من خیلی این بازی رو دوست دارم، چند تا بازی معرفی کن که مثل شبیه این باشه من برم بازی بکنم. هیچی نمیتونید معرفی بکنید. باره واکینگ سیمیولیتر داری، گوت سیمیولیتر نیست مثل این، هیچی مثل این نیست. یعنی اگر بازیش بکنی، الان من نشدم چی گفتی، فقط سیمیولیترش گوت سیمیولیتر گفت. پناه بر خدا. آره هیچ بازی مثلش نیست واقعیتش. و این ایده که همیشه توی بازی‌ها خصوصا بازی‌های اوپن ورلد این مطرح بوده که من باید از A برم به B که یک کاری رو انجام بدم و اون کاری که در نقطه B انجام میدم مهمه، مسیر از A تا B مهم نیست. این دقیقاً برعکسشه. اون کاری که تو در نقطه B انجام میدی اولویت دومه. اینکه چقدر رفتن از A تا B لذت بخشه اولویت اوله. من فکر میکنم جز 2-3 ساعت اول بازی که به نظرم طول میکشه بازی خودش رو روی ریتم بندازه و خودش رو به مخاطب نشون بده که چی تو چنته داره، باقی بازی، باقی ماجرا اینو خوب کری میکنه، خوب اینو میتونه اعمال بکنه. حالا علی ادامه این صحبت. ببین حالا نکته که گفتی آره باش موافقم. خب یعنی صرفا مهم نیست که مثلا نقطه A تا B رو بری برسونی، اون مسیر خیلی لذت میده. خب اون مسیر جذابه. و نکته بعدی که میخواستم این داستانشه. ببین داستان Death Stranding حقیقتا اون مبحثی که علیرضا گفت به لازم معرفی شخصیتاشو که هی مثلا هارتمن میاد میگه من فلانم بی‌سراتنم من اینجور حرفا. ببین اولی که کوجیما کلا همیشه معروف بوده به این که آقا داستاناشو خیلی پیچیده روایت میکنه. خب یعنی روایتاش کلا خیلی پیچیده است، یعنی یه چیز خطی نیست از اول بره تا آخر. تو Death Stranding همون سیف رومی که میره هر بار که نه مثلا یه سری دفعاتی که بخواد بیاد بیرون، وقتی بخواد اون شلنگه رو وصل کنه به بیبی میاد مثلا اون خاطرات بیبی رو دوباره میبینه خب و مشاهده میکنه. اون حالا این خودش یک نوع روایت خفنیه که برای اون شخصیت بیبی و اون بچه میسازه خب و این جذابش میکنه به نظر من. خب و نشون میده که نحوه روایت داستان قرار نیست ما مثلا بیبی رو خیلی خطی از اول تا آخر ببینیم سرنوشتش چی میشه چی بوده، حالا چی میشه که نه چی بوده. خب و این همین خودش اون نحوه روایت پیچیده رو نشون میده. و البته بعد اینم بگم که Death Stranding خیلی شخصیت‌هاشو به خصوص آنتاگونیستاشو خب میاد خیلی اسرارآمیز معرفی میکنه و خیلی سعی داره که به اصطلاح اون شخصیت‌ها رو سرراست نگه فلانی چیه چی کار است و چی کار میکنه و اینا. خب میخواد خیلی اینجوری عمل کنه که بگه اوکی مثلا شخصیت چه میدونم هیگز خب همون اول ماجرا نمیاد همه به اصطلاح اطلاعات و دیتاشو در اختیار کاربر بذاره. خب یا حتی در خصوص پروتاگونیستاش هم مثلا فرجایل رو نمیاد همون اول همه اطلاعات رو در اختیار کاربر بذاره. خب خیلی قطره چکونی میاد دیتا در خصوص اون کاراکترها میده. خب حالا در خصوص Death Stranding 2 من نمیدونم شخصیت جدال چجوری، ولی نکته که وجود داره در خصوص داستان اینه که کوجیما با استفاده از اون نحوه روایت عجیب غریبش که اصلا معلوم نیست چون روایت دایره‌ایه چیه، اصلا یهو از آخر میزنه به اول، از اول میاد به وسط، از وسط میزنه دوباره به اول، اصلا چیز پیچیده یه دیگه اصلا شما نمیفهمیش. با توجه به این
نه اصلا ببین به نظرم نولان هم نیست، یعنی اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبیه. یعنی شما با در چه میدونم آقا نولان مثلا آخرین فیلمش هم اوپنهایمر بود دیگه، مثلا اوپنهایمر خیلی خطی متوجه میشدی خب، یا چه میدونم حتی خود اینسپشن اینا هم شما متوجه میشدی، ولی یعنی از اول تا آخر میرفت. ولی دس استرندینگ شخصیت و داستان و سناریوها خب خیلی حالت پازل تور، یعنی انگار پخش ماجرا هستن خب، شما انگاری خودت باید بیای این پازل ها رو بچینی کنار هم دیگه خب و داستان رو بفهمی. و این به نظر من خیلی خوبه، خیلی جالب و باحاله خب. یه نحوه روایت متفاوته و یک نحوه روایت جدیده خب، که کوجیما هم به نظر من فقط تونسته حالا به اینجا تا جایی که من میدونم توی گیم این مدلی روایت کنه خب. کارگردانای بزرگ دیگه خیلی این مدلی نبودن خب. و همین به اصطلاح پازل تور روایته باعث شده که خیلی اون سناریویی که اگر خطی روایت میشد غیر منطقی به نظر میرسید، در این روایت چند تیکه خب اون سناریو آخره خب خیلی منطقی جلوه پیدا کنه خب. این از کجا میگم؟ از اونجا میگم که الان یه اسپویل خیلی قویه دیگه، یعنی اینو اینجا بگم من. مثلا خود شخصیت سمپورته اون آخرش اصلا متوجه میشه اصلا اون بیبی خودشه خب، یعنی یه همچین چیزی رو شما اگر خیلی از دور نگاه کنی خب، خیلی خطی بخوای بهش نگاه کنی این چه دریوریه خب. ولی اگر بخوای مثلا خیلی از اون نحوه روایت کوجیما نگاه کنی میبینی آره دیگه منطقیه دیگه، یه بازی با زمان کرده مثلا اومده چنین داستانی رو رقم زده خب. و نکته که هست همین، یه نکته خاصی دیگه نیست و اینکه دس استرندینگ 2 هم بازی خیلی خوبیه و منتظرش باشید. بازی خیلی خوبیه و خیلی خودم منتظرشم. من یعنی مثلا داخل کانال خودم هم اینجوری پیش رفتم که الان مثلا دارم دس استرندینگ 1 و واکثرو و بررسیشو میرم، حالا بررسیشو یه دونه بررسی جداگانه دارم میرم، حالا بررسی یه جوری حین گیم پلی دارم از بازی میرم تا دس استرندینگ 2 بیاد و برم درجا سراغ 2 و 2 رو بازی کنم و همین دیگه. همین میدونی علی چی منو مشتاق میکنه برای دس استرندینگ 2؟ اون بازی کردن دس استرندینگ 1 نیست، گفتم برای من یه بازی 10 نیست، دوستش دارم ولی 10 نیست. برای این که تفاوت متال گیر سالید 1 و متال گیر سالید 2 شگفت‌انگیزه و این شگفت‌انگیز بودنش صرفا به گیم پلیش خلاصه نمیشه، اصلا داستان دگرگون میشه. انگار شما تا الان داشتی از طبقه دوم یه ساختمون به زمین نگاه میکردی و وقایع زمین رو میدیدی، تو متال گیر سالید 2 میری اون طبقه آخر آسمون و از اونجا میبینی که بابا اصلا من هیچ طرح نمیدونستم، هیچ نفهمیدم و کلا بازی عوض میشه. سهیل منتظری؟ خب رسیدیم به من بالاخره. بچه‌ها اکثر حرفایی که زدنی بود رو زدن. من یکم قبل از این من از یه نقطه نظری میخواستم به این مقوله کوجیما بپردازم که حالا قبلش که بریم جلو من توی صحبتایی که بچه‌ها کردن یه چند تا نکته رو بگم. به نظر من علیرضا خیلی حرفایی که زد شبیه حرفایی بود که من میخواستم بزنم، یه سری نکاتی رو گفت که من میخواستم بزنم، ولی میرم سراغ صحبت‌های علی. خب من دست استرندینگ که بازی نکردم چون دیدم تایپ من نیست و سمتش نرفتم، ولی خب چیزایی که الان از صحبت‌های علی گرفتم بخوام جواب خودشو بدم، ببین کلاً این که یه بازی مثلا بیاد صرف یه تیکه‌ای که خیلی مثلا خوب در اومده یا نشسته نمیتونیم اونو جاج کنیم یا حتی اونو بستش بدیم مثلا به خالق یا دیرکتور اون اثر.
مثلا اون راجع به اون چیزی که گفتی، خب تو یه میشن خیلی سخت رو داری انجامش میدی و بعد از اون یعنی این تیکه از روایت رو داری بهش مثلا میگی 10 از 10. اوکی، من میپذیرم اینو. من خودم مثلا راجع به Red Dead Redemption میام کلی نقد میکنم، بعد میگم خب آره من اگر بخوام میشن مثلا بلاد فیود یعنی همون حمله به بریسبیت منر که انجام میدن، خب این جزو تاپ 5 میشنایی که من تو عمرم انجام دادم، ولی من کلی نقد میکنم به Red Dead Redemption 2. خب این میخوام بگم این دلیل نمیشه. یعنی من اون تیکر رو که بازی کردم، یعنی مثلا کلا 3 تا چپتر رو من بازی کردم که از این چی بشم تا آخر رسیدم اونجا گفتم خب بالاخره گفتم خب و این بازی خوبی نیست. دقیقاً همین بازی خوبی نیست، چون بازی خوبه که باید از همون اولش منو بکشه سمتش. من نباید 3 تا چپتر بازی کنم تا آخر چپتر 3 مثلا یه میشنی بازی کنم بگم خب اینجا 10 از 10 بود. موزیک، گرافیک، گیم پلی، همه چی. همین چیزی که میگی برای من توی بازی کردن کنترل اتفاق افتاد. یعنی کنترل از اول تا اون آخرش برای من 6 از 10 بود. اون از این مثلا نمیتونستم نه با فضای این بازی ارتباط بگیرم، نه با داستانی که میخواد بگه، نه اینکه نمیفهمیدمش، ولی نمیتونستم تو بحرش برم. ولی اون یه میشن، یه مرحله میز داشت، این به قدری این مرحله فام بود، یعنی کل بازی کاش این شکلی بود. ببین مثلا گیم پلی خوب. حالا اینم دوباره مثال میزنم به خاطر اینکه خیلی معتقدم که چیزی که از کامبت دسترنگ 2 دیدم تا دسترنگ 2 رو دیدم گفتم خب رفته از کارهای اوئدا الهام گرفته و این شادو آف کلوسیس بود فایتش. یعنی در واقع فقط اومد شوتینگش کرده بود، به جای که به فایت ملی باشه، ملی کامبت اومد به شوتینگ جابجا کرده بود. به خاطر همین من کوجیما رو به شخصه آدم قوی، آدم لژندری نمیدونمش. با اینکه متال گیر رو یک اثر لژندری میدونم توی در واقع هیستوری گیم دیولپمنت بازی، متال گیر 1 و 2 واقعا لژندریه. کوجیما ولی آدم لژندری نیستش. با همین توضیحاتم البته یه نکته دیگه هم دوباره بگم نسبت به حرفه علی، این که گفت مثلا اومده اون راجع به این که خب شخصیت بی در واقع با همون پروتاگونیست داستان یک نفر هست. خب این چیز دوباره تکراریه، یعنی تو متال گیر ما همینو دیده بودیم، یعنی دوباره چیز حرف جدیدی نزده. یعنی بخوایم بگیم که خب اوکی الله چقدر خفن، چقدر جدیده مثلا این موضوع، دوباره خود اون شخص اومده همین حرف تکرار کرده. خب با این توضیحات هم میخوام برم اون اصل مطلب که میخواستم بگم. ببین بچه‌ها، هیچ وقت سیستم‌های بزرگ قائم به فرد نیستن. دقیقاً صحبت قشنگی که علیرضا کرد این بود که چیزی که متال گیر سالید 1 یه بازی لژندری میکنه اون تیمه. درسته حالا نگرش و ویژن اون شخص کارگردان تا حدودی تأثیر گذاره، ولی معمولا اینجوری نیست. حالا تو جواب علی که حالا داره به من بیلاخ منفی میده، میخوام بگم که خب مثال میزنم. من خودم فن فاینال فانتزی، سری فاینال فانتزی هستم. من فاینال فانتزی 1 تا فکر میکنم 11 رو همه رو بازی کردم. از اون به بعدم مثلا یکی در میون بازی کردم. بعد خب ببین ما یه شخصی یک آدم لژندری داریم به نام هیرونوبو ساکاگوشی. این آقای هیرونوبو ساکاگوشی میاد چیکار میکنه؟ اونم مثل اون از کوجیما خیلی خفن تره، انصافا اون از کوجیما خیلی خفن تره. ولی همون آدم هم میاد از اسکوئر اینیکس میره و استودیو خودش رو راه اندازی میکنه و نه اون آدم میتونه یه کار موفق دیگه ای تو اسکیل فاینال فانتزی ها بده و همین که فاینال فانتزی هم لزوما از هم نمیپاشه، ادامه میده به کار خودش، به خاطر اینکه اون سیستم قوره. چون اسکوئر انیکس یه آدم خفن توش وجود نداره، چندین آدم خفن دارن که اون در واقع ویژن رو میتونن دنبال بکنن و ببرن جلو. و باز هم ما فاینال فانتزی های خوب دیدیم و باز هم آثار لژندری از این کمپانی اومد بیرون. بیایم بریم تو کپکام راجع به در واقع
تو کپکام همینه. اکثر آدمایی که اسامی گنده‌ای داریم ازشون میبینیم که مثلا اینا یه سری بازی خیلی خوب دادن بیرون، معمولاً به خاطر این اشخاص نبوده، یعنی یه جورایی اینا اومدن این کردیت رو برای خودشون جذب کردن. یه ایده‌ای بوده، ممکنه حتی تریگرش اون شخص بوده باشه. بیشتر ما یه چیزی تو دنیای استارتاپ هم داریم به عنوان اینکه پرفورمنس از ایده خیلی بهتره. این همه جا صدق میکنه، یعنی اون پرفورمنس است که یه بازی لژندری رو میسازه و ارائه میده. کلا میخواستم راجع به این بگم که معمولا سیستم ها قائم به فرد نیست. حتی راجع به بازی محبوب خودم هم که بخوام مثال بزنم، من هیچ وقت از میازاکی گاد نمیسازم، چون منتقدم اگه میازاکی رو الان از فرام سافتور رو بگیری، فرام سافتور بازم بازی لژندری میسازه. میدونی چی میگم؟ یا حتی اگه میازاکی بیاد بره بیرون دوباره استودیو خودش هم بزنه، لزوما بازی موفقی نخواهد، شاید بازی موفقی نشه. من بارها میگم، مثلا من وقتی میشینم بازی فرام سافتور رو بازی میکنم، من میگم این لول دیزاینرای اینا بهترین، با علیرضا صحبت میکردیم، گفتم بهترین لول دیزاینرای دنیا رو فرام سافتور داره. میازاکی کجای این داستانه؟ میدونی چی میگم؟ اوکی، یه ویژنی داره، اون ویژنش رو تزریق میکنه، مثلا یه استراتژی هایی داره برای اینکه بازی رو بفروشه که اون استراتژی ها معمولا به عنوان استراتژیست آدم قویه. خب همونطور که کوجیما استراتژیش رو دث استندینگ چی بود که بیاد مثلا بره سمت بازیگرای معروف فلان بشه و این مارکتینگ و این داستانا رو چیز کنه، این استراتژی کوجیما بود. خب برای این داستان، پس اینا به عنوان آدم استراتژیست میتونن تصمیمات درست یا نادرست یا تصمیمات خنثایی بگیرن، ولی عموما اون کوالیتی گیم پلی و قائم به فرد و کارگردان لزوما نیستش. مثال دارم میزنم، این کاری که کوجیما کرد خیلی، حتی این کارش هم کار خلاقانه نبود. مثل اینکه الان تو ایران میخوان فیلم بسازن، میان یه دونه رضایت‌طلبان رو جواد عزتی رو برمی‌دارن تو هر فیلمی میندازن، خب میگن این فیلم گیشه‌ای میشه. خب اینا اومد این کارو کرد، گفت اوه ایول نورمن ریدوس گیمرها دوست دارن، خب بیا این نورمن ریدوس رو برمی‌دارم، یه وایس اکتر خفن دیگه هم میارم و فلان و این حرفا، بعد بازی میسازم. خب این ریسک کارامو میاره پایین، خودم هم که برندم، خودم هم هی هایپ ایجاد میکنم فلان این حرفا. برای همین این استراتژیه، این چیزیه که در واقع مسئول 0 تا 100 داستانش مثلا رو کوجیماست. ولی بقیه چیزا شاید خیلی توی تیمای به این بزرگی، حالا استودیو کوجیما پروداکشنز خیلی استودیو بزرگی هم نیستش، معمولا این تصمیم گیری ها یا ایده ها این چیزا قائم به فرد نیست. حتی اگر اون تصمیم گیرنده نهایی هم کوجیما باشه، باز دوباره این ایده ها از داخل برینون استورم هایی که داخل دیزاین تیم به وجود میاد، ممکنه حتی مثلا اونجا یه دونه جونیور دیزاینر بیاد ایده‌ای بده بگه مثلا کوجیما فقط تاییدش کنه، اپرووش کنه. میدونی چی میگم؟ پس من باز این داستان این هنر کوجیما نیست. من می‌خواستم اینا رو اشاره کنم بهش. خوبه سهیل. علیرضا علی کدومتی؟ علیرضا من چیز بگم باشه نوات میرسه باشه. سهیل حرفایی که زدی تا حدود بسیار زیادی درستن. یه نکته‌ای که هست درباره مبحث برند کوجیما، این واقعیتش منو داره خیلی نگران میکنه. از وقتی فانتوم پین بوده منو داشت نگران میکرد که فانتوم پین ما هر میشنی رو بازی میکردیم اسم کوجیما اول میشن میومد. یعنی میشن بازی یه میشن 15 دقیقه‌ای میخوای بازی کنی اسم کوجیما اونجاست، بعد میری یه میشن دیگه بازی کنی بعدم اسم کوجیما. علیرضا میدونی به نظر من این قضیه خیلی اپیزونیجه، فانتوم پین خیلی سریالیه، یعنی هر میشن مثلا انگار یه اپیزود یه سریال رو داره میبینی، اینترو داره و بعضی اوقات اوترو هم داره. ببین یک نکته‌ای که هست، هر کسی وقتی اینترو گیمش رو میزنه نمیاد بزنه A game created by فلان دایرکتور. خب کلی ما دایرکتور داریم تو صنعت، چرا همه اسمشون رو بغل تایتل گیم نمیزنن؟ یه نکته ای که هست، اسم کوجیما الان تبدیل به یه برند شده
مهیار، این یک برند سازی بوده که این ما خیلی وقت داریم میبینیمش و الان هم اتفاق افتاده و الان اسم کوجیما تبدیل به یه برند شده و گیماش به نحوی دارن ریبرند میشن. فانتوم پین به نظر من واقعا یک اثر استلف خارق العاده است که ما هیچ نوعی ازش رو نداشتیم. 10 سال هیچ کس نتونسته یه فانتوم پین دیگه بسازه. ولی آقا این خیلی هم بازی خوبی نیست، ناقصه، استوری تلینگش خوب نیست، گیم خودش رو گم میکنه وسط کار. تو دث استرندینگ خودش نمیدونه میخواد با خودش چی کار بکنه. دث استرندینگ یک آرسنال بزرگی از اسلحه ها داره که تو کل گیم بهش دستم نمیزنید، یا میشن هایی داره که میشن های جنگ جهانی دوم داره شما رو از این. من گیم پلی دث استرندینگ خودم خیلی دوست دارم، طرفدارشم، فکر میکنم این یه حرکت نوین بوده که صنعت نیاز داره. ولی نکته اینه دث استرندینگ میگه این گیم پلی رو میبینی خیلی خوبه، من الان قراره ازت بگیرمش و ببرمش جنگ جهانی دوم که تو تفنگ بازی کنی. چی؟ دقیقا اینجوری که سب کن چی شد؟ دلم میخواست اون جایی که در مورد فانتوم پین گفتی رو بگیریم ادامه، چون کوجیما چی میگن درسته الان با دث استرندینگ برند سازی میکنه، ولی ما متال گیر میشناسیمش. واقعیتش کوجیما مساوی متال گیره. ببین فانتوم پین احساس میکنم استوری تلینگش مشکل انسجام داره، یعنی اون انسجام و این به خاطر اوپن ورلد شدنشه. به نظر من نمیتونه این شلختگی میشن ها رو و اون نظم داستانگویی رو با هم به موازات در بیاره. نمیدونم چجوری جمله‌مو فکر میکنم به موازات در بیاره، ولی خیلی خارق العاده است. آره ببین اونا درسته گیم پلیش خارق العاده است، ولی اینو یادمون نره که فانتوم پین تموم میشه، میشناش تموم میشن، بعد برمیگرده بهت میگه ببین این میشنای دیگر رو میبینی که قبلا بازی کردی، بیا دوباره بازی کن که من آخر اصلی رو بهت نشون بدم. این آزاردهنده بود، قبول دارم. این واقعا من اینجوریه که من باید دوباره اینا رو بازی، من از فاز داستان میای بیرون، با اینکه میاد سری چالشی بهت بده که این میشنا رو متنوع بکنه، ولی باز معنی نداره. خب میشن جدید طراحی کن براش. اگه میشنی نداری چرا اومدید اصلا چپتر 2 ساختی براش؟ با هم چپتر 1 کافی بود دیگه. من این نکات رو گفتم، ولی این نکته‌ای که هست اینه، میخواستم بگم که چسبوندن همه این گیما به یک اسم خیلی کار اشتباهیه. واقعا هم تو ذهنم کار ترسناکیه، چون ما تو گیم هیچ وقت سلبریتی باز نبودیم. صنعت گیم هیچ وقت سلبریتی باز نبود. ما هیچ وقت مثلا یه دایرکتور نداشتیم که میگفتیم آقا هر کس این نفر هر گیمی بسازه قرار خوب باشه، این برنامه نویس هر ایایی بزنه قرار خیلی خوب باشه. این تو گیم خیلی ها کار میکنن. ما یه اساسینز کرید داریم، خیلی ها دوستش دارن، ولی بهش بگی 10 نفر رو بهم بگو که رو این گیم کار کرده، نمیتونن. این خیلی تو صنعت علیرضا این اتفاق واقعا تجربه شخصی رو میخوام بگم. من عاشق رزیدنت ایولم، یعنی از 1 تا 4 هر کدومش، و من نمیدونستم، یعنی تا یه سنی برسم که بتونم برم تو این فروما بخونم سرچ، نمیدونستم مثلا شینجی میکامی اینو ساخته. میگفتم اینو کپکام ساخته. و اگه الان رزیدنت ایول 5 و 6 زباله هم به نظر من، اونا رو هم کپکام ساخته. هیچ ایده از این که چه کسی پشت رزیدنت ایول بود نداشتم. ولی من از همون موقع میدونستم متال گیر رو کوجیما ساخته. یعنی کنامی اونقدر تو ذهن من بود نبود، کوجیما اسمش تو ذهن من بود. و یه چیز اسم شینجی میکامی رو ما آوردیم تو ذهن منی که کلی گیم دیزاین مطالعه کردم، کلی گیم بازی کردم. اثر شینجی میکامی تأثیرات خیلی بزرگی گذاشته. با اینکه متال گیرام بگیم یک اثر فرهنگی مهم، ما خیلی چیزا الان تو صنعتمون داریم که مثلا بدهکاریم به شینجی میکامی. الان یه گیمایی داریم که مثلا بدهکاریم به میازاکی، کسی که دارک سولزا رو ساخته. خب کسی که اومده و همچین چیز رو دایرکت کرده و گفته اوکی من فرام سافر لیشلی فیلینگ کامپنی بود. فرام سافر قبل از اینکه میازاکی بیاد و
پرزیدنتش بشه یک فیلینگ کامپنی بود، این اومد گفت اوکی من همچین ایده هایی دارم و بیاید این ایده ها رو به نحوی اجراش بکنیم تا ببینیم چی میشه. ولی ما هممون میدونیم اوکی میازاکی هیچ وقت نمیاد بگه من قراره برم اونجا و مثلا این کار رو بکنم. وقتی گیم آوارز میشه ما میازاکی رو نمیبینیم اونجا، واقعیتش سخنرانی اختصاصی نداره میازاکی. و همین، یعنی حرف من اینه که ما هیچ وقت سلبریتی باز نبودیم تو صنعت، تو گیم، چون گیم ها پیچیده بودن، نفراتی که اونجا خیلی زیادن. من همون اساسینز کرید رو مثال زدم، خیلی زیادن نفراتی که اینو ساختن و نکتهش اینه و ما داریم همه چیز رو خلاصه میکنیم به یک نفر و ما داریم قدیس میسازیم. یعنی یک کوتی بود، من نمیدونم از کدوم کارگردان بود، ولی از کارگردانی بود که با کوجیما همکاری داشتن و این کارگردان بیان کرده بود که کوجیما یک مستره و ما نباید به مسترها ایراد بگیریم. و اوکی چه خبره اینجا؟ من فقط دارم اینو میگم چه خبره اینجا؟ دیگه نوبت علی از درون جوری قرمز شده میخواد منفجر بشه. من بگم به علیرضا این اتفاق فکر میکنم برای پیتر جکسون هم توی سینما افتاد. یعنی هیچ وقت دیگه نتونست ارباب القاب بسازه، تونست یه سری فیلم خوب بسازه ولی هیچ کدوم لورد آف د رینگز نشدن. علی بوی میدان. خب بیایم سراغ اول این که حالا صحبتایی که سهیل جان انجام داد در خصوص دث استرندینگ و کوجیما. حالا اون بخشی که من گفتم که مثلا اون مشنی که داره و اینا، خب فقط صرفا اون مشن نیست، یعنی مثلا مشن‌های دیگه‌ای هم داره که خفنن، ولی صرفا مثال زدم که مثلا بگم اون مشن یکی از اون مشناییه که وقتی کاربر داره تو همون اپیزود اول دوم از بازی کنده میشه و میخواد دراپش کنه، اون مثلا اون یه تیکه نگه میداره کاربر رو، میگه بمون، چیز بدی منتظرت نیست، یعنی ادامه بده. خب و مثلا بهش میگه یا ارزش داره حالا بمونی نری. خب یه همچین کاری انجام میده. در خصوص این که حالا گفتن که مثلا یک استودیو چه میدونم فقط روی یه شخص استوار نیست و اینا، این صحبت قبول دارم. آره یه استودیو نمیتونه روی شخص استوار باشه، کمان که مثلا نمونه‌های زیادی ازش دیدیم. خب و تقریبا هم موفق بودن. مثالش رو بخوام بگم، مثلا ناتی داگ تا قبل از نیل دراکمن و بروس استرلی و اینا، خب امی انینگ بود. خب و امی انینگ اومده بود یه سگانه خفن از به اصطلاح علیزه سویلی خنده خیلی چیزی هم انجام داد. امی انینگ بود و اومد یه سگانه خفنی هم از به اصطلاح آنچارتد ساخت، آنچارتد دوش که حالا از اون سگانه همه بهتره. و وقتی که امینینگ رفت و نیل دراکمن و بروس استرلی اومدن، آنچارتد 4 رو ساختن که آنچارتد 4 خیلی بازی خوبی شد، خیلی بازی عالی شد و از نظر من از اون 3 تا آنچارتد دیگه هم بهتره. نمیگم اون 3 تا سگانه اول بعد اونا هم عالی هن، ولی این 4 دیگه به نظر من همش بهتره. و نکته که میخوام بگم اینه، این یه نمونه مثال از این مسئله است. اما مثال دیگه هم داریم از اینکه اون شخصیت اصلی رفته از اون استودیو و اون آی پی که توسط شخص دیگری ساخته شده بازی، نمیگم بازی بدی شده، کمان که بعد هم سراغ داریم. نمونهش همین خود متال گیر، وقتی کوجیما رفت اون سوروایور بود چی بود اونو ساختن، اون خیلی افتضاح شد. خب و این حالا مثلا یه نمونه مثال از اینه که یه شخصیت مثلا اصلی بره. یا مثال دیگه که ایموجی استفراغ میگشتم پیدا نکردم. نمونه مثال دیگه که مثلا میتونیم بزنیم از این که مثلا یه شخصیت اصلی رفته و بازی کلا مسیرش تغییر کرده، خب سری گیرز رو میتونیم مثال بزنیم. وقتی که کلیفی رفت ما دیگه گیرز خوب در حد اون سگانه اوله ندیدیم. خب الان چرا ما یه به اصطلاح یه گرز کارو داشتیم که بازی خوبی بود که رد فرگوسن فکر کنم ساختش.
اون رو داشتیم. بعدش هم گرز 6 اومد و الان این گرز جدیده که نمیدونم حالا این که این ریمستر ریمیک نه، این ریلود جدیده نه، اونی که پارسال نشون دادن. آره یه دونه بود پارسال نشون دادن توی شوکیس ایکس باکس بود که مربوط حوادث قبل از ایده بود. ایده، آره ایده بود اسمش، فهمیدم ایده. خب الان ایده هم مثلا تا وقتی کلیفی نباشه ما نمیتونیم خیلی روش حساب کنیم، کما که مثلا کلیفی انقدر بازیساز بزرگیه که حتی خود کوجیما هم اومده بود سر دست رنینگ بهش پیشنهاد داده بود که آقا بیا تو استودیو من با هم دیگه کار کنیم. خب آقا کلیفی ولی هیلا هم این اتفاق افتاد علی. آره دقیقاً مثلا هیلا وقتی بانجی رفت خب دیگه یه جوری اینداستری نتونست خیلی خوب بازی رو پیش ببره. خب حتی سر خود اساسین هم اون سری سگانه تاریخی اتسیو و حالا خود اساسین کرید یکی از اشخاصی که خیلی روی اساسین خوب کار میکرد و قوی بود خود جید ریموند بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم اسمش درست گفته باشم. اون خیلی به نظر من تاثیرگذار بود برای اینکه یه اساسین برای یک کار کرده. حالا نمیدونم اون اتسیو رو فکر کنم جید ریموند روشون کار کرده که حالا اومد یه استودیو جدید زد، استودیو هیون رو زد و استودیو هم که کلا الان مسئلهش تو دیواره توی سونی. و اینم حالا نمونه مثالایی بود که از اینکه آقا مثلا این شخص خفن بره و بازی دیگه ادامه نده. میکامی هم که گفتی، میکامی هم یکی از اون نکته است، یعنی این که بگیم اون شخص رفته جای دیگه و تونسته بازی خوب بسازه، اینم به اصطلاح مثال نقصش هست دیگه. آقا میکامی از کپکام رفت، درسته ایویل ویسین رو ساخت، گوست‌وایر توکیو رو ساخت، ولی آیا ایویل ویسین و گوست‌وایر توکیو مثل رزیدنت اویل 2 3 یا 4 بودن؟ نبودن دیگه. خب بتم خب یعنی اجازه بده اسلاید کنم در مورد شینجی میکامی رفت ایول ویدین یکو که ساخت، همه کاره یک عملا خودش بود، یعنی کاملا هد لید پروژه بود و به نظر من ایول ویدین یک خیلی بازی خوبیه و نمیدونم چرا اینقدر وجهه منفی داره ایول ویدین، من متوجه نمیشم. و رو ایول ویدین 2 به ظاهر تهیه کننده بود، ولی وقتی تو ایول ویدین 2 رو بازی میکنی هیچی از اون ویژن و اون چیز میکامی توش نمیبینی، انگار اصلا این بازی نفر دیگه ساخته و واقعا این نفر دیگه ساخته، انگار فقط اسمش توی اون. و اصلا ایول ویدین 2 رو من به اندازه یک نمیتونم دوست داشته باشم، به نظرم خیلی اون کاشت و اون تمام اون بذری که ایول ویدین 1 کاشته بود این اومد همه رو از بیخ زد و نابود کرد، اون همه پتانسیل رو هدر داد. حالا آفتاپیک داریم میشیم به نظرم، ولی گوست‌وایر توکیو هم خودش نساخته عملا مثل ایول ویدین 2، یعنی اونی که خودش ساخته اون یکه بود که به نظر من خیلی بازی خوبیه. مگر این آف تاپیک نیستش، واقعیتش دقیقاً رو تاپیکه. تاپیک ما دقیقاً مسئله کوجیما بود و یه نکته ای که هست اینه که علی چند تا مثال زد که اوکی مثلا این افراد بودن کریتیو دایرکتور بودن یا هر چیزی، بعد چه رفتن چه بودن، بعضی تیم‌ها تونستن ادامه بدن، بعضی تیم‌ها نتونستن ادامه بدن و بعضی جاها مثلا این افراد رفتن و بازی‌های خوبی تونستن بسازن و موفق بودن. یک نکته‌ای که هست این پروسه کریتیوه. خب این یک پروسه خلقته، یک پروسه ساخته، ولی یک بحثی هست، بحث اینه که هیچ کدوم از این افراد برند نداشتن. هیچ کدوم از جید ریموند برند نیست اصلا. من مطمئنم خیلی از افرادی که فن اساسنز کریدن اسم جید ریموند تا الان نشنیدن. خب این بحثیه که ما وجود داره. کوجیما اسم کوجیما تبدیل به یک برند شده، برندی که صنعت بازی تا به حال با خودش ندیده بود. و علی تعداد افراد خیلی زیادی رو مثال زد و هیچ کدوم این افراد کوجیما نیستن. هیچ کدوم این افراد در حد کوجیما مشهور نیستن. علی میخوای ادامه بدیم؟ من این نکته رو بگم. این حالا این که بگیم اون افراد مثلا توی تیم تاثیرگذار بودن یا نبودن، این بستگی خیلی به اون استودیو و اون شرکته داره. خب این یعنی اگر سیاست گذاری درستی باشه،
اون استودیو اون آی پی روی یه شخص استوار نمیشه. نمونه بارزش میتونیم بگیم کنامی به خاطر سیاست گذاری اشتباهش اومد متال گیر رو وابسته به کوجیما کرد کاملا. خب یعنی با اینکه کوجیما رفت نتونست متال گیر خوبی بسازه، کما که الان مثلا این ریمیک دلتا هم که بیاد این اصلا کلا که ریمیک اصلا قضیهش فرق داره. ولی نه آره کنامی هیچ چیزش ریمیک اولا جوری تغییر نکرده که بخوایم بگیم بدون کوجیما نمیتونست بازی خوبی باشه. این وایس اکتینگش همونه، کارگردانی کاتسینا همونه، هیچ چیزی عوض نشده، فقط یه سری آره آره. ببین این نکته که میگی درسته، ولی میخوام اینو بگم، ما یه نمونه مثال داریم مثلا راکستار. خب وقتی دن هاوزر رو اینا رو از دست داد، خب هنوز اون روند خوبش رو داره ادامه میده. خب یعنی روی یه بازی ساز استوار نموند. یا مثلا آی پی دوم، خب وقتی جان رومرو و جان کارمک دیگه رفتن و دیگه نبودن، خب کلا بازی سازی رو ول کردن، هنوز که هنوزه داره آی پی دوم خوب عمل میکنه، یعنی هنوز که هنوز آی پی خفنیه. خب و اینا خب نشونه اینه که آقا اون سیاست گذاری اون استودیو اون شرکته نیامده روی یه شخص بناشه. خب یعنی بازم میتونه یه بازی خفن بسازه اون شرکت بدون اینکه اون شخص حضور داشته باشه. خب نمونه‌های شکست خورده‌ش هم ایناست. خب از اون طرف خب اینم میتونیم بگیم که اسم خیلی کار نمیکنه توی ویدیو گیم. خب یه استودیو داشتیم اینیشیتیو بود دیگه، خب که مایکروسافت تو شروع نسلش خیلی روش مانور داد، خیلی روش تبلیغات کرد و گفتن نمیدونم بروس استرلی اومده، طراح مراحل گاداوار اومده، این اومده اون اومده و فلان و اینا، و دیدیم که نه آقا اصلا این استودیو کلا داره اصلا میپاچه، یه پرفکت دارک رو نمیتونه درست بسازه. یعنی اگر کریستال داینامیک نیومده بود پرفکت دارک کلا دیگه اصلا پروژهش کنسل بود. خب یعنی دیگه اصلا هیچ خبری دیگه ازش نمیشد. و حالا اون طرف ماجرا هم میگم اسم خیلی کار نمیکنه، خیلی جواب نمیده. خب یه وقتایی اسم آره جواب میده، خب ولی یه وقتایی هم نه، اسم نمیتونیم صرفا همه یه کارو دیگه یه اسم شخص خاص اون استودیو انجام بده. الان خب بروس استرلی از ناتی داگ جدا شد. خب مگه بروس استرلی طراح گیم پلی لاسافاس پارت 1 مگه نبود؟ خب مگه طراح گیم پلی آنچارتد 4 نبود؟ مگه سر پروژه‌های آنچارتد 2 خیلی حضور نداشت، جزء ارشد تیم بود؟ ولی خب رفت. آیا نانتی داگ زمین خورد؟ نه. خب امی هنینگ رفت. آیا نانتی داگ زمین خورد؟ نه. کمان که اگه نیل راکمن هم بره به نظر من نانتی داگ همون میمونه. خب یا سانتا مونیکا همینه. شاید نمیدونم. کمان که سانتا مونیکا هم همینه. سانتا مونیکا هم خب وقتی که خالق سگانه اول اسمش هم یادم رفت که یه کانال یوتیوب هم داره، اسم خیلی معروفی داره. اتفاقا همین الان میخواستم الان اسمش هم یادم رفته واقعا. دیوید جفی. آره الان یادم اومد. حتی خالق 1 بود و روی 2 هم فکر کنم تهیه کننده بود. رو 3 فکر نمی‌کنم اصلا هیچ. ولی خب یه جوری پایه‌گذارش این بود. آره پایه‌گذارش دیوید جفی بود دیگه. ولی اون رفت و یه جورایی کوری بارلوگ اومد بالا سر ماجرا. خب کلا قضیه فرق کرد. خب با اینکه گیم پلی تغییر کرد، اصلا دوربین تغییر کرد، یه تغییرات اساسی در گاداوار اعمال شد که نداشتیم. چرا گاداوار قبلش هیچ کدوم آقا یه بازی سوم شخص نبود، خب به لحاظ دوربین و فلان و اینا. خب ولی گاداوار 2018 اومد همین فرمول، رگناروک همون فرمول و این نکته هم شولدر اصلا. آره دیگه. و یه نکته که میخوام بگم اینه، الان سر رگناروک هم اگر مثلا کوری بارلوگ نیومد، خب رگناروک بازی بدی نشد خیلی، خب بازی خوبی بود ولی در حد 2018 نبود. خب با اینکه کوری بارلوگ فقط تهیه کننده ماجرا بود، کارگردان دیگه نبود، کارگردان یه شخص دیگری شده بود برای رگناروک. و میخوام بگم آره این مثالایی که زدیم مثالای نقصش هم وجود داره و همه اینا بستگی به اون شرکته داره و اون استودیوه داره. خب سونی یه نمونه موفقه که سیاست گذاریاش خیلی خوب جواب داده و به یک بازی ساز قائم نبوده. مایکروسافت یک نمونه شکست خورده است، دائم روی یک استودیو، روی یک شخص، روی یک سری افراد خاص اومده سرمایه گذاری کرده و هیچ وقت هم جواب نگرفته.
کلیفی رفته گرزاوار، یه گرزاوار سگانه اول نشده، یا چه میدونم اومده روی اسم کار کرده، بورس استرلی و اینور اونور جمع کرده اینیشیتیو بسازه، اینیشیتیو اصلا تا مرز ورشکستگی رفته. خب اینا خیلی خوب حرف و خیلی جوابه. یا اکتیویژن هم میگم نمونه ناموفق این ماجراست. خب اکتیویژن وقتی اومد نفرات اینفینیتی وارد رو اخراج کرد، خب و اون نفرات رفتن ریسپان رو ساختن. ریسپان الان شما نگاه کنید بازیای، حالا الان درسته ریسپان یه اخراجای خیلی زیادی داشت، ولی بازیایی که ریسپان ساخت بازی خفنی بودن. تایتان فالش بی‌نظیر بود به نظر من، صرفا لانچ ناموفقی داشت، اونم به خاطر سیاست ای بود که برداشت تایتان فال رو بین کال آف دیوتی و بتلفیلد عرضه کرد. خب و از اون طرف هم اومدن حالا استار وارزا رو ساختن که استار وارزاشون هم بازی خیلی خوبی بود، بازی بدی نبود واقعا. و همین دیگه، من دیگه صحبتی ندارم، خیلی هم صحبت کردم، ببخشید. اختیار داری چه حرفی آقایون، هر کدوم سخنی دارید میشنوید. من فقط یه چی بگم که چیزایی که علی گفت کماکان در واقع یه جورایی چیزی ثابت نمیکنه که این داستان قائم به فرد بودن وجود نداره، چون خودش هم یه سری مثال نقض آورد، یه سری مثال تایید آورد و خب این داینامیک بودن خودش نشونه اینه که این موضوع ربطی به خیلی لمان‌های مختلف ممکنه داشته باشه که چرا اونی که موفق شده دلیلش چی بوده، اون که نتونسته لزوما ولی به خاطر خروج یا وارد شدن یه شخصی نبود. ممکنه اکسپشن هایی هم وجود داشته باشه که نیاز به مطالعه و بررسی داره، ولی در کل وقتی ما داریم راجع به صحبت میکنیم میام حد اکثر رو در نظر میگیم و طبق قانون حد اکثری به نظر من این یه فاکتور نیستش که یک شخص بتونه مثلا کری کنه یه بازی رو. راجع به کوجیما خیلی به نظر من برند شده، نمیخوام بگم آدم چیزیه به قول معروف قوی نیست، من همچین حرفی نمیزنم، 100% آدم دیسنتیه تو کار خودش، ولی اون چیزی که الان ازش بت سازی شده و خدا سازی شده و فلان و اینا نیست. واقعیت اینه، اون چیز اون آثارش هم واقعیت اون چیز نیست. من خودم کلن به دلیل اینکه این اعتقاد دارم که کلا سیستم ها قائم به فرد نیستن، من همیشه مخالف بت سازی و خدا سازی و اینا. من الان عاشق سینه چاک سری سولز هستم، ولی هیچ وقت نمیام بگم که میازاکی گاده، وای میازاکی. نه، من هیچ وقت اصلا نمیگم. من میگم که لول دیزاینر های فرام سافتور بهترین لول دیزاینر های دنیا، بله، به خاطر اینکه از اون تاپ لیدشون گرفته تا جونیورترین نفری که داره اونجا کار میکنه داره به نحو احسن کارش انجام میده و خب این یه چیز کلیه. ولی نمیام بگم که مثلا حالا برم سرچ کنم مثلا لید لول دیزاینر فرام سافتور کیه، بگم واو این یارو خداست از اینجا بره، مثلا این نمیشه، اینطور نیست. چیز صحبتی دیگه ای ندارم. مرسی از حضورتون. من خیلی کلی صحبت کردم چون خیلی انگیج نبودم روی مسائل، مثلا دست سنگو بازی نکردم، خیلی از متال گرر رو به جز 1 و 2 بازی نکردم، خیلی انگیج نبودم، ولی از بیرون به عنوان یه آدمی که توی صنعت مثلا فعال بوده، چیزهای مختلف رو دیده، میتونستم کامنت هایی بدم که نظرم رو راجع به کوجیما و آثارش بگم. مرسی. علیرضا در سخن آخر مهیار اگه بخوام چیزی بگم در پیرو بگیم حرفای سهیل، بحثی که من دارم در کل و هم پیرو بحثای علی که ما کلی مثال زدیم، کلی شرکت ها رو دیدیم، من فکر نمی کنم ما نیازی به برندی به اسم کوجیما داریم. خب من خودم یه چیزی که از دیث استرندینگ 2 بیاد، من خودم 100% قراره بازیش کنم. خب ولی نیاز به کوجیما داریم، نیاز به برند سازی نداریم. برند سازی کوجیما رو ما نداریم.
خب من این واقعیتش داره منو میترسونه که افراد دیگه ای سعی بکنن همچین کاری بکنن و اتفاقی بیفته اینه که یه اتباشن که بگن چون این نفر این گیمو ساخته پس گیم خوبیه. چون یه نکته ای که از صنعت بازی هنوز نمیتونه بفهمه بازی خوب یعنی چی، چطور ما سرمایه گذاری کنیم که بازی خوب بسازیم. خیلی اینجور چیزا برای صنعت گنگ هنوز و الان ما بیایم و بازی‌های خوب رو گره ببندیم به اسم‌ها به ضرر هممونه. بالا بریم پایین بیایم، اسم کوجیما رو یه سری از بهترین بازی‌هایی که تو زندگی بازی کردیم خورده تا آخر عمرم. مثلا چند تا مهیار، چند تا از این نه درسته تنچی ببین من منظورم متال گیران، یعنی آره خب. منظورم اینه که این جزو بهترین بازی‌های نیستن. نه همشون مسترپیس نیستن، ولی اونایی که کوجیما لیدشون بوده به نظر من حالا بجز فانتوم پین که اونم تقصیر خودش شاید لزوما نیست، نبوده، تقصیر کنامی بوده بیشتر، بقیه‌شون به نظر من مسترپیس بودن. حالا بحث لزوما متال گیر نداریم اینجا، بحثمون در مورد کوجیماست. خب این نظر من بود. یعنی خب نظرت اشتباهه. من میخوام بهت بگم که اگه اون 3 تا بازی خوب ساخته، ساکاگوچی 13 تا بازی خوب ساخته، یعنی لژندری ساخته، یعنی یکی بهتر. آیا اینا بازی خوبی بودن یا نبودن؟ نه بودن، ولی آخه تو باز چی داری بستش میگی به عنوان وزنه سنگین خفن؟ نه ایمی هنینگ خیلی بیشتر از کوجیما سنگین تره، ساکاگوچی خیلی از کوجیما سنگین تره. اینا آدمای خیلی خیلی خفن تری هم به نظر من. اینجوری نیست یا یه سری آدمای گمنامی که ما نمیشناسیمشون، یعنی یه سری بازیایی که خیلی خفنی پشتش بودن و خبر نداریم ازشون. اینو از جانب کسی دارم میگم که عاشق این فرانچایزم. خب مثلا اگه من بخوام مثلا تاپ 10 بدم بازی در میاری، نمیدونم، اگه مثلا بخوام تاپ 10 بدم شاید راحت 2 تا متال گیر سالید توش جا بشه و 2 تا از 10 تا مثلا بهترین بازی زندگی خیلیه. این باعث میشه اون اسم بمونه برای من. یعنی شاید اینو حرفتون رو قبول دارم، متکی به شخص نیست، ولی به هر حال باز یه دید مثبتی بهش خواهم. این پرسونال پرفرنس توئه. آره در ناخودآگاه متال گیر نیست. آره قاعدتا. خب علی اگه سخن پایانی داری میشنویم، اگه نه خداحافظی کن. نه من این سخنی ندارم و واقعا پادکست خیلی خفنی شد و جالب شد و اینکه امیدوارم که هفته دیگه هم باشیم. البته کی پخش میشه این پادکست ما؟ این هفته پخش میشه؟ نمیدونیم. بذار ببینیم. صحبت پایین کرد. بستگی به ارباب داره. آره بستگی به ارباب داره. امیدوارم که لیلو داره. جواد به عنوان پیتریتون پشت. امیدوارم که زودتر پخشه و همین دیگه صحبتی ندارم و خیلی هم حال داد چسبید و دمتون گرم. آره سنگین و مفید. ممنونم از همتون و ممنون از شما مخاطبین ما که دوباره ما رو تحمل کردین و به حرفای ما گوش دادین. کانتروورشال هم بود فکر کنم تا حد زیادی. لایک، کامنت، شیر و فالو کردن ما تو شبکه‌های مختلف فراموش نشه. تا هفته بعد یه قسمت جدید شما رو به خدای بزرگ میسپارم.